سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار گردشی داشته باشیم به بازار سه‌شنبه در شهر املش. این بازار در مرکز شهر املش برگزار میشه و میشه گفت بزرگترین بازار هفتگی شرق گیلان هستش. شهر املش در 75 کیلومتری شهر رشت و در 16 کیلومتری شهرستان رودسر و لنگرود قرار داره. جاهای دیدنی شهر املش هم کم نیست و چای املش در کل ایران معروف هستش. قبلا ولاگ مربوط به برداشت چای در یکی از روستاهای املش رو در کانال قرار دادیم که لینکش رو در قسمت توضیحات ویدیو هم میگذاریم. در مورد بازار سه‌شنبه یا همون سه‌شنبه بازار اضافه کنیم که این بازار از صبح تا غروب برقرار هستش و مرکزی برای فروش انواع محصولات محلی کشاورزی و نیازهای خانواده است. خواهشم با نظرات و لایکاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. Sea che le c'è il tamalli. Sì, sì. Perché c'è da آجی کنن نه همین صابونه بیار
شفا کنیم ما زنان نیریم آجی ما اصلا ما بیجار زنان نیریم ما اصلا یک لنده نه یک لنده هشت کلام علیکه دو هفته شو بده نه 200 تومن میشه آقا پول ایرانی صاحب پیش جوان
Çemmi vay, yari. بفرمایید پرتقال یار ارزان کیلو 20 تومن کیلو 20 تومن کیلو 20 تومن قرمه آش بالایی کوکویی همه داره زمینی باجه اگه داری و هفته داری
Ya آقا کلی محاسبی الو الو